ما سلام از گوشه خاکش زرین آورده ایم. ما سلام از مردمی مهنت قرین آورده ایم. چون شمیمی گو معطر هیچ چیز ارزنده نیست. بر شما گودسته از ریگر زمین آورده ایم. امروز رئیس شهر ترسونزوده، رئیس مجلس وکیلان خلق شهر ترسونزوده سجادالدین سلامزاده با انتخاب کنندگان حوزه انتخاباتی رقم 10 واخوری کرد. ضمن ملاقات رئیس شهر وابسته به تطبیق برنامه پیش از انتخاباتی وکیل اوید به قانون‌های ملی کشور خصوصا قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی و قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، اینچنین قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان حرف زد. باوری کامل داریم که خیلی مردمی جماعتی همابود مخصوصا آن 4 دهه‌ای که نامبر کردیم حرکت میکنن که با قانونشکنی راه ندهند، لیکن بعضی حالت‌های میشود که نفهمیده همین کارو به کار گرفته میشود. خب برای همین در دوام سال در تمام دیوها از جمله دیوهای شما نیز واخوری گروه‌های کاری برگزار کرده شد. یک چند نمایندگان مجلس ملی هم اومده بودند، دستگاه اجرایی پرزیدنت هم اینجا همه مردم اینجا جلب کرده نمیشود. رئیس های محله ها در تمام این چهارمین‌ها اشتراک میکنند. رئیس شهر ترسونزوده، رئیس مجلس وکیلان خلق شهر ترسونزوده سجادالدین سلامزاده همچنین در سمت پیشگیری جوانان از حزب و حرکت‌های بیگانه، تربیت نسل نورس و دیگر سمت‌ها سخنرانی نمود. تا 2 سال پیش با آنها میگفتیم که بریر اساسی یعنی که مانع اساسی این نداشتن زبان دولتی است. البته در تمام مکتب‌های شهر ترسونزوده زبان دولتی پورا جاری گردیده است و در تمام دیوها باید رعایت کرده شود. لیکن گپ در سر آن که داغی روزی مردم در آن است که جوانان بعد ختم مکتب میانه نه به خدمت نه به مکتب‌های عالی یگان جو میل ندارند. ما قریب 300 تا جوانای شلوم خطی امروز واخوری کردیم. در یکی از واخوری‌ها پرسیدم بچه‌های تا 30 ساله من 35 ساله یگان تاش معلوماتی عالی ندارد. مکتب‌های میانه مخصوصا ختم کردگی نیست. حاضرین جمع آمد وعده کردند که پی اجرای همه گونه دستور و هدایت‌های رهبریت عالی مملکت کمر همت می‌بندند. صحبت آزاد و آشکارای رئیس شهر ترسونزوده با انتخاب کنندگان حوزه انتخاباتی رقم 10 بعد سوال و جواب و تصدیق خلاصه‌های ضروری انجام یافت.